ҷумҳурии тоҷикистон зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати дарҳои бозро пешка кардааст ва дар доираи сиёсати дарҳои боз ҷумҳурии тоҷикистонро ҷаҳониён шинохтанд ва имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон бо зиёда аз 150 давлати дунё муносибатҳои гуногун дорад дар ҳама самту соҳаҳо ва шаҳрвандони мо дар кишварҳои мухталифи олам кору фаъолият намуда тоҷикистонро пеш аз ҳама ва фарҳангу тамаддуни миллати тамаддунофари тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифгар ҳастанд. Дар барномаи навбатӣ меҳмони хос дорем. Як тан аз ҳамватанони бурунмарзӣ Сафар Аҳмад Табарӣ, устоди донишгоҳи Рейдинги шоигарӣ Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ ки 32 сол боз дар ин кишвар кору фаъолият доранд ва Тоҷикистони моро ба шаҳрвандони Британияи Кабир ва дигар мамолики ҳамҷавори он муаррифӣ мекунанд. ҳузури шуморо дар барнома хайрамақдам мегӯем. بگویید که شما این شب و روزها در شایگری بریتانیای کبیر به چی کار مشغول هستید و بار اخیر کی به تاجیکستان آمدید؟ اولا میخواهم که تشکری خود را برای این امکاناتی که برای من فراهم آوردید و شما سپاسگزاری خود را اظهار نمایم و فکری خود را درباره تصورات های تاجیکستان بیان نمایم. من مدت زیادی است که برون از وطن در بریتانیای کبیر کار و فعالیت دارم. چخیلی که شما قید کرده 32 سال می شود که در آنجا هستم. سالهای اول 7 سال اول در بخش BBC مانیتورینگ به حیث ترجمان و محرر کار کردم. همه خبر و واقعی که از تاجیکستان و از روسیه می آمد آنها رو به زبان انگلیسی ترجمه می کردم. بعد از سبب دیگر گونه‌های زیادی ساختاری من به کار تعلیم و تربیت گذاشتم و بعد ختم دانشگاه‌های مخصوص با من میسر گردید که در دانشگاه شهری ریدینگ به حیث آموزگار زبان انگلیسی درس دهم. مدت زیادی است که در آنجا به جوانان زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی رو می‌آموزم. توجه پیشوای معظم ملت نیز به سمت آموزش زبان‌های خارجی میان نسل نورس روانه گردیده است. آیا شما تصمیمی ندارید که آموزش زبان انگلیسی رو در تاجیکستان برآورده باشید؟ شما بسیار سوال خوب دادید. اولا اینکه هر سال در انگلستان من تقریبا 200 شاگرد میپرورم و با آنها بغیر از زبان انگلیسی و ادبیات من چنین درباره تاجیکستان، درباره تاریخ فرهنگ و رسم و آیین تاجیکستان حرف میزنم. این یک. دوم اینکه باوری دارم که در تاجیکستان کادرهای بسیار خوب هست که میتوانند زبان انگلیسی را درس دهند و من آماده هستم. البته آماده هستم که برای تربیت نسل نورس سهم بازسازی خود را گذارم. نسل نورس برای آموزش زبان خارجی به ویژه زبان انگلیسی چی باید کنند؟ به فکر من جوانان باید که به هر کار با دل گرم مصرف کنند، مهنت کنند. انتظام این از همه چیز مهم است. باید که با انتظام خوب با مهنت صاف میتونن که زبان را اصلاح کنند. مردم شایگری بریتانیای کبیر به ویژه پایتخت آن شهر لندن چگونه آیا تأثیرات تصورات دارند که تاجیکستان چون یک کشور آفتابره در قلب آسیا، چون یک کشور زیبایی به مثل شویتزاری که شویتزار دوم میگن جایگیر است، یا شما درباره معرفی تاجیکستان چی تلاش میکنید، چی اقدام ها و کارها را انجام میدید در مورد معرفی وطن خودتان در خارج از کشور؟ در سالهای اول درباره تاجیکستان معلوماتی نهایت کم بود و شرافت گشوده شوی سفارت تاجیکستان در لندن معلومات درباره تاجیکستان روز به روز زیاد می شود. برای تکمیل توریسم هم مساعدت می کند. شخصا من بغیر از معلومات به دانشجویان خود اینچنین به همکاران، به دوستان، به دیگران درباره تاجیکستان حرف میزنم. من اعضای جمعیت پیوند هستم. یک چند بار در فورمان تاجیکانی برونمرزی در شهر دوشنبه شرکت ورزیدم. ما زود جلسات دایر میکنیم.
هنرمندان شناخته تاجیکستان دعوتی بودن به نزدیکی ما کوشش میکنیم که روز تصورات تاجیکستان تصورات مردم انگلیس درباره تاجیکستان زیاد شود و چه خیلی که شما خواهید کردید تاجیکستان این یک مثل شویتزاری است در تاجیکستان همه شرایط مقرر است ما آفتابی درخشان داریم کوههای عثمان بوس درهای زیبای پرمنظر دریاهای شوخ و با شرافت بهتر شدن وضع سیاسی و اقتصادی کشور من میدونم که بسیار سیاح‌ها از بریتانیای کبیر به تاجیکستان تشریف می‌آورند. هر دفعه که شما به تاجیکستان تشریف می‌آورید خاصتا به پایتخت زیبای آن دوشنبه گل شکوفان دوشنبه را چگونه در می‌یابید و شما از هر سفر خود از دفعه قبل چی تغییرات و تفاوت چی زیبایی در پایتخت می‌بینید؟ آخرین بار من سالی گذشته به تاجیکستان آمده بودم حتی در ظرف یک سال تغییرات‌های بی‌نظیر به نظر می‌رسند. اگر من خودم تنها در شهر باشم روی خود را نمی‌بینم. من آدمی هستم که در اینجا گویا که کلان شدم. بسیار نویگری زیاد است روز تا روز که این بسیار یعنی که سیمای دوشنبه به طور شناخته نشونده دیگر شده. البته شهر دوشنبه با یکی از شهرهای زیباترین آسیای میانه مبادل گشته است و از یک جهت این یاد خوب است برای که من در شهر بسیار بناهای با حشمت بزرگ را میبینم کوچه و خیابان‌های زیبا و آزاده. چی باید کرد که تاجیکستان بیشتر از پیشتر معرفی شود در کشورهای مختلف به ویژه در شایگری بریتانیای کبیر که یک دولت بزرگ است معرفی شود و شماره سیاحان از ممالک امریکا و اروپا به تاجیکستان زیاد شود زیرا با سبب نبودن پروازهای مستقیم با سبب مشکلات‌های روادیت و دیگر مسائل‌ها شماره آنها کم به نظر می‌رسند. به فکر شما همچون یک استاد دانشگاه چی باید کرد که هرچی بیشتر جلب کرد سیاحان انگلیس رو به دوشنبه به تاجیکستان؟ به فکر من برای باز هم زیاد کردن شماره سیاحان از بریتانیای کبیر یک چند کار باید اندیشید. پیش از همه این پرواز مستقیم لندن دوشنبه رو باید که ما به نقشه گیریم برای که برای به دوشنبه آمدن سیاحان مجبور هستند که از طریق تاشکند از طریق ترکیه از طریق آلمان از گرجو بیان که این یک مشکلات خرج میکند. دیگر سبب کم بودن این توریست‌های خارجی این است که به فکر من شاید من خطا کنم به فکر من برای توریستان خارجی به تاجیکستان آمدن اونا باید که ویزا بگیرن ویزا یک ماه. چه که من میدونم بسیار از دولت‌های آسیای میانه از آن جمله ازبکستان تا یک ماه به سیاحان خارجی اجازه داده است که به ویزا به ازبکستان سفر نمایند و شهرهای زیبای سمرقند و بخارا و دیگر جاها دیدن کنند. به فکر من این بهتر میشد که البته متخصصان در وزارت کارهای خارجی این رو خوب میفهمند. به فکر من همین خوب میشد که ویزا سیستم ویزاگی برای که رجای بدون ویزا جوری شود. البته باز بغیر از این شماره مهمانخانه ها باید که زیادتر شوند. طی سالهای اخیر خدمت رسانی مهمانخانه ها طرفخانه ها نقلیات فرودگاه خیلی بهتر از پیشتر شده است و باز برای رونق و رشد دادن یعنی ساحه تلاش‌های زیاد میباید. اندیشه‌های شما بجا است و از قابل قبول است. در آخر برنامه استاد میخواستم تمنیات نیک شما را به بیننده تلویزیون جهانما داشته باشم. بهترین آرزوهای من به مردم شریف تاجیکستان، من تاجیک هستم، با تاجیکستان هستم، با تاجیکستان افتخار دارم، از نام تاجیکستان گپ میزنم و میفخرم که تاجیکستان روز تا روز در عرصه بین الخلقی جای نمایان خود را میگیرد و به مردم شریف تاجیکستان صلح و ثبات، خوشبختی تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. فرصت پیدا کردید تو مهمانی برنامه ما باشید. ما نیز در نوبت خود به شما یک جهان تشکر میگیم. خوش آمدید بار دیگر به وطن اصلی خودتون و امیدوار هستم که شما نیز در معرفی هنر، فرهنگ و طبیعت زیبای تاجیکستان در خارج از کشور از جمله در شایگری بریتانیای کبیر نقش بازسازی خود را میگذارید. مهمان ما بودن سفر احمد طبری، استاد دانشگاه ریدینگ شایگری بریتانیای کبیر، همزمان اعضای جمعیت تاجیکان جهان پیوند، دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور
برنامه‌های دیگر شبکه جهان‌نما ادامه دارند. پیگیری برنامه‌های ما باشید. شب و روزتان خوش.